امروزها جوانان کشور در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق، سیاست، اقتصادیات و اجتماعیات، فرهنگ، تندرستی و صنعت سهمی حل کننده دارند و در یک وقت دولت نیز به جوانان توجه مخصوص ظاهر نموده حقوق آنها را به مالکیت و فعالیت صاحبکاری کفالت می‌دهد. مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان حقوق به مهنت، استراحت، حفظ سلامتی و تحصیل داشته، همزمان دولت افکار سازنده جوانان را در مد اول قرار داده است. استقلالیت میدان فراخ آموزش را برای قشرهای جوان جامعه فراهم آورد تا در داخل کشور و خارج مملکت در دلخواه مکتب‌های عالی آزادانه تحصیل کرده دانش آموزی خویش را صیقل دهند. در حقیقت یکی از وظیفه‌های مهم علم و عالم این علم را با استحصالات علاقه‌مند نمودن است. در این زمینه و با این واسطه بهتر گردانیدن شرایط زیست و زندگانی مردم به نظر گرفته می شود. تجربه ها اثبات نمودند که اکثریت عالمان هنوز در آوان جوانی و ایام مکتب خانی اشتراکچی محفل المپیاده ها می باشند که در آینده همچون متخصص خوبی ساحه خود به کمال می رسند. قهرمان نوبتی برنامه ما به این گروه عالمان شامل است که از ایام تدریسش در مکتب دانش دوست و سرتلاش بود. جورازاده شاهین جوره ختم کرده لیسه اینترنت پرزیدنتی شهر پنجکن در سال 2006 می باشد. غالب المپیاده مکتب بچگان از فن بیولوژی در دوره‌های ناحیوی، شهری و ولایتی. این خواننده سرمحصول سال 2006 بعد از ختم لیسه پرزیدنتی شهر پنجکن به فاکولته انرژتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی داخل شده، آن را سال 2011 با دیپلم اعلی ختم نموده است. سال 2011 پس از ختم این دانشگاه بانفوذ از روی اختصاص نیروگاه‌های الکتریکی در کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی لایحه‌کشی نورآفر در وظیفه مهندس لایحه‌کش به کار شروع نمود. سال 2014 به شعبه اسپیرانتوره روزانه دانشگاه ملی تحقیقاتی دانشکده انرژتیکی مسکو داخل شده، سال 2018 رساله نامزدیش را در موضوع کارکرد الگوریتم پس نمودن تأثیر جریان‌های گرمانیک‌های عالی بر رژه کاری گیدروگنراتورها در مثال نیروگاه‌های الکتریکی و سیستم‌های الکتروانرژتیکی در شروع دیسرتاسیونی در نزد دانشگاه ملی تحقیقاتی دانشکده انرژتیکی مسکو حمایه نموده صاحب عنوان نامزد علم‌های تکنیکی گردیده است. جورازاده شاهین به جایزه دولتی به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان که در ساحه علم و تکنیک کارهای نمایان انجام دادند در سمت تکنیک و تکنولوژی سال 2024 صاحب گردیده است. علمت به عمل چو یار گردد، قدر تو یکیست هزار گردد. علم آموختن خیرت است، کمر بستن آن همت است. هر یک شخصی که در این جاده سفر می کند البته به ساحل مقصود می رسد. قهرمان نوبتی برنامه وارثان علم نسل دوران استقلال هستند که در جاده علم راهپیمایی می کنند. روزگار اثبات کرده است که برخی اشخاص علم را به میراث می گیرند. در روزگار شما چگونه بود؟ یعنی که از والدین میراث گرفتید کسب آموزگار را و یا چگونه بود؟ من در عائله کارگر به دنیا آمدم. شادروان پدرم جوره شادیزاده در کالخوز به صفت راننده کار میکردند. مادرم باشد نیز کارگر در همین کالخوز در دهه اماندره کار میکردند. از ایامی که من به مکتب میانه قدم رنجه نمودم، به مکتب میانه رقم 32 دهه اماندره، معلم اولین ما توشیف عبدالغفور برای ما ایدئال بودن، شخصا برای من، زیرا طرز درسگویی اون کس به من به نهایت معقول بود. از این لحاظ روز از روز محبت این کس به دل من راه یافت و بعد از اونی که من سال 2000 با کشاده شدن لیسه پرورشگاه شهر پنجکن به اونجا داخل شدم. معلم‌های لیسه تا درجه معلم‌های پروفسیونالی بودند که من نقشه گذاشتم که در آینده کسب آموزگار رو پیشه نمایم. زیرا در لیسه شهر پنجکن سطح دانشی آموزگاران به نهایت بلند بودند. در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان عزیزمان در مؤسسه مذکور تمام آزمایشگاه‌ها وجود داشتند و با تکنیک معاصر مجهز گردانده شده بودند. از این لحاظ این زمینه گذاشت که
مثلا من با راهبری استادان خود در المپیادهای گوناگون شهری و جمهوری ولایتی اشتراک نمایم و دانش خود را صیقل دهم. در لیسه مذکور به فنهای دقیقی مخصوص می‌دادند. در لیسه شهر پنجکند برای فنهای دقیق بسیار توجه خاصه ظاهر کرده میشد. علل خصوص به فنهای متماتیکا، بیولوژی، فیزیک، شیمی توجه مخصوص کرده میشد و از این لحاظ استادان ما عباسова، اویزова و کوژمرودوف برای ما با شوق و هوس زیاد درس میدادند که ما همین فنهای دقیق رو باز هم خوبتر و نخستر آموزیم و نتیجه تعلیم این استادان بود که من در سال 2006 در آزمون المپیاد جمهوری از فن بیولوژی با راهبری معلم اویزova اشتراک نمودم و بغیر از این در دورهای ناحیوی و ولایتی سزاوار جایهای نمایان گردیده بودم. میانی دانشگاه‌های مختلف چرا انتخاب کردید محض دانشگاه بانفوذی به نام اکادمیک محمد عاصمی را و ساحه انرژتیک را؟ در دوران استقلالیت توجه حکومت علل خصوص پیشوای ملت محترم امام رحمان به رشد ساحه انرژتیک به نهایت زیاد است. یکی از استراتژی‌های دولتی جمهوری تاجیکستان این به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی جمهوری تاجیکستان می باشد و برای به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی همه ساله الکی در دوران استقلالیت شماره زیادی نیروگاه‌های برق آبی، خطای انتقال برق، زیرایستگاه‌ها ساخته به استفاده داشتند و اینچنین نیروگاه‌ها و زیرایستگاه‌هایی که سال‌های طولانی در دوران شوروی ساخته شدند و تجهیزات آنها به نهایت کهنه و فرسوده شده بودند الکی از نوسازی کرده شدند. در سال 2006 از بس که مثلا در جمهوری توجه به انرژتیک زیاد بود، از این لحاظ من بعد از ختم لیسه شهر پنجکند خواستم که در ساحه انرژتیک تحصیل نمایم. سال 2006 به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی در اختصاص نیروگاه‌های الکتریکی داخل شدم و آن را با سر بلند سال 2011 با دیپلم اعلی ختم نمودم. مطابق اطلاعی در دست داشته شما نیز طبق برنامه درخشندگان در خارج مملکت تحصیل کردید و موفق هم گردیدید. خب برای جوانان ابراز می داشتید که جوانان دارای کدام ملکه ایجادی می توانند طریق این برنامه دانش خود را صیقل دهند؟ استقلالیت این یک نعمت بی‌نظیر برای تاجیکان است و با برابری به دست آوردن استقلالیت دولتی توجه حکومت علل خصوص پیشوای ملت محترم امام رحمان در ساحه علم و معارف و اینچنین در ساحه فنهای تکنیکی سال تا سال آزمون‌ها و جایزه‌ها زیاد گردیده ایستادند. بعد از ختم دانشگاه تکنیکی تاجیکستان تصمیم گرفتم که دانش خود را صیقل دهم و من سال 2014 طبق برنامه درخشندگان که به واسطه از طرف سرور دولت سرمایه گذاری کرده می شود برای تحصیل به شهر مسکو به دانشکده انرژتیکی مسکو داخل شدم. طول 4 سال در آنجا تحصیل نموده دانش خود را صیقل نمودم. در این مدت به من میسر گردید که در یک چند کنفرانس های سطح بین المللی اشتراک نموده مقاله های خود را در ژورنال های گوناگون یا مجله های گوناگون به تب رسانم و خوشبختانه سال 2018 رساله نامزدی خود را در موضوع کارکرد الگوریتم پس نمودن جریان های گرمونیک عالی به رژه کاری گیدروگنراتورها حمایه نمودم. یکی از سمت‌های مهمی ساحه انرژتیک روانه گردیده است زیرا استحصالگر نیروی برق این گنراتورها می باشند و کار معتدل آنها باعث می گردد که انرژی الکتریکی با صفت بلند استحصال گردد. در دوران استقلال دولتی چندین آزمون‌ها و امتیازها برای نسل جوان راه اندازی گردیدند و شما طبق جایزه دولتی اسماعیل سامانی از روی کدام موضوع مشرف شدید؟ شماره جایزه ها در دوران استقلال به نهایت زیاد گردیدند و یکی از این جایزه ها جایزه به نام اسماعیل سامانی باشد که همه ساله از طرف رهبر دولت برای عاملان جوان که سهم خود را گذاشتند تقدیم کرده می شود. این جایزه در اساس دستاوردها علمی پیشنهاد کرده می شود. پس از ختم اسپرانتورا به من میسر گردید که یک چند مقاله های علمی در مجله های وطنی و خارج و زبانی های روسی و انگلیسی نیز به تب رسانیم و اینچنین وسایل تعلیمی و کتاب های درسی را نیز آماده نموده ایم در وابسته به فن های انرژتیک و از همین لحاظ سال 2024
ба ман муяссар гардид ки соли 2024 ин ҷоизаро дар самти техника ва технология ба даст орам. خب مسلم است که در دوران استقلال دولتی جهت تکمیل دانش افزایی نسل جوان چندین آزمون‌های علمی و فنی نیز راه‌اندازی گردیدند و میگفتید که چگونه متد تعلیم را باید شما به راه مانید تا صف جوانانی که موفق میشوند در این سمت زیاده گردد. عین زمان در جمهوری عزیزمون بسیار آزمون‌های علمی معرفتی عمل کرده ایستاده است و برای این هوسمندگردانی بین‌نهایت خوب از طرف حکومت کرده می شود و این زمینه میگذارد که نسل نورس جوانان با فن‌های دقیق توجه خاصه کنند و الکی در سال 2026 از فیلیال دانشکده انرژتیکی مسکو در شهر دوشنبه یکی از شاگردان ما جامیزاده علیشیر در سمت اختراعکاری اشتراک نمود. خوشبختانه در دور ناحیوی و شهری با سر بلند جاهای نمایان رو اشغال نموده، در دور جمهوری سربلندانه اشتراک نمود. کاری پیشنهاد کرده او به ساحه انرژتیک علاقمند بود. او کار خود را قدم سبز نام گذاشته است. هنگام مثلا حرکت آدمان در جایهای سیر آدم او اسباب را نصب میکند که از انرژی کینتیکی قدم آدم انرژی الکتریکی حاصل میکند و این چنین بعد از ختم اسپرانتورا من کارهای علمی خود را ادامه داده ایستادم. عین زمان زیر راهبری من 3 عنوانجویان رساله کارهای علمی خود را آماده کرده ایستادند. یکی از آنها حبیب الله زاده ذکرالله می باشد که کار او در عرفه انجامیابی می باشد و کار او به تحقیق ریجه های رزونانسی در شبکه های الکتریکی جمهوری تاجیکستان می باشد. پس از حمایت رساله نامزدی در وظیفه‌های اسیستنت و معلم کلان کافدرای اساسهای نظریوی رادیو و الکترotechniکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی کار کرده است. شروع از سپتامبر 2021 در وظیفه معلم کلان کافدرای الکترانرژتیکی فیلیال دانشگاه ملی تحقیقاتی دانشکده انرژتیکی مسکو در شهر دوشنبه کار و فعالیت کرده است. این زمان در وظیفه دسنت کافدرای الکترانرژتیکی فیلیال دانشگاه ملی تحقیقاتی دانشکده انرژتیکی مسکو در شهر دوشنبه کار و فعالیت کرده ایستاده است. شاهین جورزاده سال 2024 معلومات دیومی عالیش را از روی اختصاصی اداره دولتی در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گرفته است. این عالم جوان در دوام فعالیت علمی پداگوژیش زیاده از 60 مقاله علمی، فشرده برآمدها و کتاب و واسطه‌های تعلیمی نشر نموده است. موصوف مؤلف 18 مقاله در مجله‌های کمیسیای عالی اتستاسیونی جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه، 19 مقاله در مجله‌ها و کنفرانس‌های در بازه سکوپوس موجود بوده و 23 مقاله در کنفرانسی‌های بین‌المللی و جمهوریوی، 2 مقاله در مجله‌های اخباراتی، 8 کتاب تعلیمی از جمله 5 واسطه تعلیمی، 3 دستور تعلیمی و متدی و 1 مونوگرافیا به نشر رسانده است. در حقیقت در طول 35 سال استقلالیت بسیار بردها بود، خصوصا برای جوانان شرفمند ملت یک میدان بسیار فراهم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان، از طرف پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فراهم آورده شد که این جوانان با ننگ و ناموس ملت از طریق بسیار استیپندیا و امتیازها، یکی از آنها این ادرارپولی درخشندگان می باشد که قهرمان برنامه امروزه ما نیز از همین حساب به خارج کشور به فدراسیای روسیه و دانشگاه انرژتیکی مسکو تحصیل نموده، آن را با سر بلند با موفقیت ختم نموده رساله نامزدی خود را عاید بلند برداشتن صفت نیروی انرژی الکتریکی به دست آورده است. صدها جوانان با ننگ و ناموس این کشور عزیز ما در طول 35 سال استقلالیت به تمام دولت‌های دور و نزدیک خارج کشور سفر نموده، تحصیل نموده، آنجا را با موفقیت ختم نموده به وطن خود برگشته امروز در خواجگی خلق در اقتصادیات کشور عزیز ما فعالیت کرده ایستاده‌اند. آموزگار بسیار کسب پرشرف است، همه وقت از بالای خود یعنی تیاری را طلب میکند. ملکه خود را باید که همه روزه سایقل تید، چون که این دانش‌ها را به دانشجویان امروزه ما یعنی پیشکش کرده تواند. شاهین جورزاده دسنت کافدرای الکترانرژتیکی فیلیال دانشکده انرژتیکی مسکو نیز از چنین آموزگارها به حساب رفته دانش و فعالیت خود را سایقل داده امروز با جوانان کار و فعالیت کرده ایستاده است. شاهین جورزاده نه تنها
омӯзгор аст, инчунин роҳбари корҳои илмӣ, яъне рисолаи диссертатсионии 2 ҷавон ҳаст, ки бо онҳо дар мавзӯи рӯзмарраи яъне соҳаи энергетика кору фаъолият карда истодааст. дар доираи кори илмии анҷомшуда бо усули коркардшуда оиди кам намудани таъсири гармоникаҳои олии ҷараён дар раванди таълими донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ ва корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик барои татбиқ пешниҳод карда шудааст. ҳамзамон ба ифтихорномаи вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон, ифтихорномаи ректори донишгоҳи миллии тадқиқотии донишкадаи энергетикии Москва, унвонҳои аълочии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон, аълочии барқи тоҷик ва ифтихорномаи вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон сазовор дониста шудааст. бояд ёдрас шавем, ки филиали донишгоҳи миллии тадқиқотии донишкадаи энергетикии Москва дар шаҳри Душанбе дорои омӯзишгоҳҳои муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти замонавӣ буда, устодони ин боргоҳи илм аз рӯи аёниятҳо ба донишҷӯён дарс мегузаранд. дар чунин озмоишгоҳҳои замонавӣ ҳамарӯза ба ҷавонон дарс мегузаранд, то муҳаббати онҳоро ба интихоби ин касб зиёда гардонанд, то заре ҳам бошад дар ободии ҷомеа саҳми хешро ин гуна ҷавонон гузоранд. мо айни замон дар озмоишгоҳи манбаъҳои барқароршавандаи энергияи электрикӣ қарор дорем. дар назди мо макети нергоҳи барқи оби хурд беҳисад, ки ин барои донишҷӯён бо аёният нишон додани рафти кори нергоҳи барқи обӣ бениҳоят муфид мебошад. дар ин ҷо турбини пелтон мавҷуд аст, ки вай бо воситаи энергияи об ба даст овардани энергияи электрикиро нишон медиҳад ва донишҷӯён ҳангоми гузарондани кори озмоишӣ натиҷаҳои масалан бо зиёд шудани масалан миқдори об чӣ қадар зиёд шудани энергияи электрикиро ба ҳисоб менамоянд. ва инчунин мо метавонем ки дар ин ҷо борҳои гуногунро пайваст намуда санҷем, ки энергияи электрикӣ чӣ қадар истеҳсол карда мешавад. ҳайати ҳамкорон фаъолияти таълимиву эҷодкории ин кадри ҷавонро баҳои арзанда медиҳанд. омӯзгорон аз овони донишҷӯӣ пуртакопу будани шоҳини ҷавонро ёдрас гардида, ба муваффақиятҳои ӯ дар ҷодаи илмбоварӣ комил доштанд. Я хочу представить вам своего коллегу Журазода, Шоен Журазода. Это молодой, перспективный ученый, который занимается современными разработками, в частности, влиянием высоких гармоник на работу электросетей. Дело в том, что высокие гармоники, когда появляются в сети, они могут влиять как на работу энергосистемы, так и на работу потребителей. И когда мы узнаем их воздействие, мы можем их блокировать, то есть мы можем принять меры для того, чтобы этого негативных воздействий не было. А эти высокие гармоники вырабатывают очень многие нынешние потребители. Современные стиральные машины, если взять, допустим, водонагреватели, там такого явления нет, потому что там чисто активная нагрузка. Но вот если, например, взять предприятия, станки, где электрические машины, если взять наше крупное производство, Таджикский алюминиевый завод, там в результате работы производства у нас появляются высшие гармоники в сетях. И вот одна из тем, которой занимается Журазода, есть как раз влияние этих гармоник на работу электрических систем. Для того, чтобы молодых ученых больше было, надо, чтобы у них в первую очередь появилось желание заниматься наукой. Для того, чтобы появилось желание наукой, для этого должно быть соответствующее оборудование, на котором, когда они поработают, у них появится интерес. Если посмотреть оборудование нашего института, у нас для всех программ есть хорошие лабораторные стенды. В данный момент, где мы находимся, это лаборатория общей электротехники, теоретические основы электротехники. И здесь люди познают азы электротехники. И эти азы дают основу для будущего энергетика, потому что здесь изучаются основные законы, на основе которых мы уже можем рассчитывать сети, мы можем рассчитывать схемы, определять как. Здесь у нас все оборудование есть, например, осциллографы, амперметры, миллиамперметры, вольтметры, набор сопротивлений, активных сопротивлений, реактивных сопротивлений.
То есть мы можем собрать любую схему, изучить любой закон и посмотреть, насколько закон соответствует практике. А когда они это сделают, у людей появляется интерес. А как, что будет дальше? А как это будет? Что можно сделать? Например, раньше не было солнечной электростанции, но такие разработки велись давно, уже с 19 века, о том, чтобы генерировать электрическую энергию с помощью гальванических элементов. Но сейчас это пошло дальше. Сейчас идет развитие. Если первые солнечные панели, они имели низкий КПД, но сейчас с развитием науки у них КПД уже 25, и экспериментальных даже до 32%. Это говорит о том, что с каждого квадратного метра мы можем получать уже 32% той мощности, той энергии, которую Солнце посылает на Землю. در دانشگاه تکنیکی شاهین جورایش رو ما از فن قسم الکتریکی نیروگاه و زیرنگاه درس میدونم. در بین دانشجویان شاهین جورایش که از دانشجویان فعال بود و همه اون سپارش‌هایی که از طرف آموزگار داده میشد از همه بهترین و از همه اول سر وقت بسپردن و از همون دوره دانشجوی معلوم بود که آینده خوب دارن و پیشروی‌هاشون خیلی خوب بود. دانشی با قوت متمتیکی و فیزیکی داشتن. این گونه جوانان با کارهای بغیر از فن‌های تعلیمی اینچنین با کارهای علمی کافدرا بند کرده میشدن، با عنوان نوشتن مقاله ها، اشتراک در کنفرانس و سمینارها و باز این با کارهای کانسترکتوری ساختن دستگاه آزمایشی و تجهیزات‌های که برای روند تعلیم استفاده برده میشد جلب کرده میشدن و برای سیقل دادن دانش خود همراه با استادان بعد از درس ها یک جای فعالیت میکردیم. یکی از وظیفه عالمان این دستگیری نمودن کادرهای جوان و صاحب استعداد بوده، آماده کردن این قشر جامعه در جاده تکمیل علم و دانش می باشد. این عالم جوان در برابر فعالیت ایجادی خویش شاگردانش را برای شرکت در آزمون‌های جمهوریوی از روی فن‌های دقیق و کارهای علمی راهنمایی می‌کند. ما همچون شاگرد معلم کلانی کافدرای الکتروانرژیتیکا جورازاده شاهین گفتنیم که شاهین جورایویچ نه تنها متخصص فلان اختصاص است، بلکه استادی حقیقی می باشد که همیشه آماده است به دانشجویان خود کمک رساند و دانش و تجربه خود را به آنها آموزاند. لکسی‌ها و مشغولیت‌های عملی با توضیحات روشن و روش عملی فرق می‌کنند که این به ما دانشجویان امکانیت می‌دهد که کانسپت‌های دشواری تکنیکی را بهتر فهمیم و درک نماییم. با شرافت سعی و کوشش شاهین جورایویچ کافدرای ما در سمت رشد فعالانه پیش رفته، اصولهای نوآورانه در تعلیم را تطبیق می‌کند. تحقیقات علمی و کارکردهای او با بهتر شدن صفت تحصیلات و تکمیل دادن ملکه‌های کسبی متخصصانی آینده در ساحه الکتروانرژیتیکا مساعدت می‌کند. آموزش علم و معرفت غذای معنوی برای هر یک انسانی اندیشمند بوده، این گوهر معانی زینه به زینه ما را مکملتر و جهانبینیمان را وسیع‌تر می‌گرداند. در دوران استقلال دولتی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به قشر جوان جامعه توجه مخصوص ظاهر نموده، همه‌جانبه آنها را دستگیری می‌نماید تا که جوانان نیز در رشد و آبادی این دولت سهیم باشند. تشکیل آزمون‌های معرفتی و فرهنگی محض به این سمت نگرانیده شده است تا دنیای جوانان را رنگارنگی بخشد. هر یک جوانی که راهپیمای جاده علم شود حتما نقشه دیگری در پیش دارد. نقشه شما برای رشد فردای جامعه؟ در عرفیت میگن که وطن این مادر است، لیکن برای من وطن هم پدر است و هم مادر. پس از وفات پدرم با دستگیری حکومت مملکت من هم در لیسه شهر پنجکند هم در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و اینچنین با به دست آوردن و استیپندی درخشندگان در شهر مسکو نیز رایگان تحصیل نمودند. این معنای آن را دارد که حکومت مملکت
توجه خاصه به جوانان دارد، دستگیر یتیمان است و جوانان را نیز دستگیری میکند. سرور دولت در برآمدها و پیام‌های خویش به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه می‌نمایند جوانان نیروی سازنده ملت بباشند. جواباً به غمخواری حکومت من همچون جوانی دوران استقلال میخواهم ذره هم باشد سهم خود را برای پیشرفت علم علل خصوص انرژتیکا در جمهوری تاجیکستان گذارم و در آینده نیت دارم که رساله دکتری خود را در موضوع مثلا صفت انرژی الکتریکی به انجام رسانم و اینچنین چندین جوانان را در ساحه علم راهنمایی کنم. بینندگان عزیز، یادرس می‌شویم که صحبتی پرمحتوای داشتیم با یکی از جوانهای دوران استقلال که در دوران صاحب استقلالی دولت عزیزمان با مقاله‌های رنگین خویش در جاده علم تاجیک را در عرصه بین المللی معرفی کردند. برنامه‌های دیگری تلویزیون علم و طبیعت ادامه دارند.